اگه دختری و یه پسر توی زندگیته، با این 3 ترفند بهت یاد میدم که بفهمی آیا اون پسر واقعا تو رو به خاطر خودت میخواد یا عملاً یه بازیچه در زندگیش هستی و اون تو رو به تمسخر گرفته. پس اگه پسری این ویدیو رو رد کن بره و اگر دختری این ویدیو رو برای صمیمی‌ترین رفیقت هم بفرست که متوجه بشه طرف حساب زندگی آیندهش قراره چه فردی باشه. ترفند اول، به صمیمی‌ترین رفیقت بسپر که یه هفته بره اون پسر رو فالو کنه و زیر نظر بگیره و باش صحبت کنه، ببینه اونجوری که با تو لاس میزنه با اون دوستت هم صحبت میکنه یا نه. اگر آره، مطمئن باش اگر یک امیر 206 سوار نباشه 100 برابر از اون بدتره. و آخرش هم کسی که با حال بد و دپرس از اون رابطه بیاد بیرون خود تویی که بهش مهلت دادی. ترفند دوم، آدم‌ها روی واقعیشون رو 12 شب به بعد خیلی خوب نشون میدن. پس بهتره که از اون تایم‌ها به نحو احسنت استفاده کنی و باش صحبت بکنی، ببینی که آیا فردی هست که برای زندگی آینده برنامه داشته باشه، به فکر پیشرفت مالی باشه، یا نه از زندگی رو به شوخی گرفته و اصلا براش هیچی مهم نیست. اگر که دیدی راجع به آیندهش گرفت باد صحبت کرد، راجع به دستاوردهای مالی، راجع به برنامه‌های جدیدش باد صحبت کرد، مطمئن باش عکس تو رو به مامانش نشون داده و قراره که عروس آیندهش بشی. ترفند سوم، پسری که تو رو واقعا به خاطر خودت بخواد حداقل تا 9 ماه اول هیچ حرفی از رابطه نمیزنه، حتی به شوخی، چون حواست باشه خیلی چیزها شوخی جدی شده و دیگه هیچ راه پیش و پستی هم نداشته. پس حواست باشه تو خیلی با ارزش تر از اون حرفا هستی که بخوای 100 و تمام وجودت رو در اختیار یک آدم گذرا قرار بدی. من تو پیجم چیزایی میگم که گوشت نیاز داره بشنوه. اگه دوست داری فالوم کن، چون یه 80 هم مثل خودت که واقعیت‌ها رو بدون هیچ پشت پرده‌ای بهت میگم.